سلام دوستان عزیز، بازم خوش آمدید به یکی از ویدیوی کمکی ما. بسیار از شما قبلا از ما سوال کردین و سوال شدن که وقتی در اول جونی این سال یعنی 2024 وقتی اپورچونیتی کارت اعلان شده و من یک ویدیو ساختم که از طریق از اپورچونیتی کارت بسیار به راحتی میتونین بیاین و شرایط هم گفتم بسیار شرایط راحت داره و بسیار از کسا سوال در ذهنشی خلق شده که یا طریقش نمیفهمه که چه قسم بیایم از کجا ما بفهمیم که به خاطر از این اپورچونیتی کارت درخواست بدیم. از امروز میریم چه قسم اپورچونیتی کارت درخواست میدیم. البته سفارت های دیگه صفحه خود را اپدیت نکرده مثل پاکستان و تهران. ایران اما ایندیا صفحه سفارت خود اپدیت کرده که ما از اون طریق میتوانیم درخواست من نشان میدم چه قسم شما درخواست بدین و بعدا اگه شما مثلا در ایران و یا پاکستان اینجا باشین در ترکیه میتونین شما همچنان همی روش را تعقیب کنین. پس در اینجا می نسیم دهلی بودشافت. این رو وقت در گوگل نوشته کردین میایه سفارتی آلمان در نیو دهلی. وقتی اینجا شما در این صفحه که آمدین شما کسای آلمانی بسیار قوی نیاز داره. کسای که آلمانی قوی نمیفهمه لطفا به زبان انگلیسی و یا لایشت شپراخ از زبان ساده تبدیل کنیم. ما میتوانیم به زبان انگلیسی یک زبان عمومی است راحت تر شما کار رو پیش برده میتونیم معلومات ده. و بالای سرویس فشار میتین و اینجا ویزا سرویس باز بعدا فشار میتین. وقتی ویزا سرویس چون شانس کارت یک اقامتی است که بیش از 90 روز است، یعنی یک ویزه بیش از 90 روز کار است. ما بالای لنگ فقست دیگه یا نیشنل ویزا میزنیم. وقتی بالای نیشنل ویزا زدین اینجا پایان همیتو میایین شما و در اینجا بخش چی هست؟ چک لیست و اینجا employment and research بالای از پلوس بزنین. آپشن های پایان در زیر فعال میشه و شما اینجا میتوانید انواع ویزا ها رو ببینین. ما سر چی میریم؟ سریم چانس کارت یا اپورچونیتی کارت بالای از فشار میتین و همینطور وقت بالای از زدین میتوانین تمام معلومات بگیرین. معلومات میتوانین ما در ویدیو قبلی گفته بودم از میکت این جرمنی بگیرین و ویدیوی من که هست قبلی من لطفا سعی کنین تمام معلومات درباره چی است. همین اپورچونیتی کارت است. بسیار روش ساده برای کسایی است که یک یونیورسیتی دیگری داره. بسیار راحت است که شما چی بیاین دا آلمان بیاین و یک کمی هزینه داره و هزینهش گفتم در ویدیو قبلی که 12,000 یورو باید در یک سال داشته باشین یا در اکانت خود باید بلاک کنین و یا کسی اینجا باشه که شما رو سپورت کنه، سپورت مالی تا وظیفه پیدا کنین یا یک سال. و سوالم شاید دزین شما میتونید تا 3 سالم تقریبا چی کنین؟ تمدید کنین و در جریان از تمدید تمام مصارف به عهده خودتان است وقت در آلمان زندگی مونید. ولی سعی کنید چی چیزا نیاز است به خاطر از این یک پاسپورت نیاز است و که 10 سال در جریان 10 سال گرفته باشه و 2 صفحه برای ویزا خالی داشته باشه. اپلیکیشن فرم در اینجا دست البته در سفارتی نگه درخواست بکنین از طریق ویدکس اینجا پر کنین و 2 دفعه او را پرینت کنین امضا کنین. 2 دانه عکسی به خاطر پاسپورت باید داشته باشین، از 6 ماه زیاد نباشه و به طور معمول است.
این یک PDF است. این رو باید بکنین امضا کنین، دو دفعه کپی کنین. دو کاپیز آف پاسپورت دیتا پیج A4 سایز کاپیز اینا شما باید نقاط دارن. Proof of sufficient financial means یعنی هم 12,000 یا 1,027 روپیه درمان نیاز است یورو. شما باید دورا یک استیتمنت، بانک استیتمنت داشته باشین، یعنی در اکانت داشته باشین که شما پول داره. دیگه باید پروف of documentation که وقت به اونجا برین دوستان شما در خانه دعوت میکنه و طلب کردین چی کردین که اونجا وقتی در آلمان رسیدین باید یک سرپناه داشته باشین که داخل ازو شوین. Proof of vocational or academic training خب او چی است؟ این اسناد دیگری شما که در آلمان ریکوگنایز یا معادله سازی شده باشه او رو باید شما داشته باشین و به طور دیجیتال باشه یا به طور غیر دیجیتال، هر دویشون. و این دیگهش مربوط یا آپشن دومی امی اپورچونیتی کارت می باشه که ما یا رو باید داشته باشه که مثل سند زبان است و 2 سال ترینینگ کرده باشین و سنتون چند سال است یا کلگیش باید آپشن های است برای آپشن دوم از این. شما وقتی یار کلگیشان کرده باشین خلاص کردین بعد باید چیکار کنین؟ بعد شما می توانین بعدا شما می توانین چیکارین در اگر در این باشین در سفارت این می توانین از این طریق چیکارین درخواست بدین که ما یک ویزه اپورچونیتی کارت ضرورت دارم. بعدا تقریبا زودتر به شما میرسه ویزیتون نظر به ویزه های دیگه و بعدا شما میتونین به راحتی به طرف آلمان سفر کنین. خب امیدوارم از این ویدیو همچنان برای شما یک کمک بوده باشه و شما بتوانین مشکلتان حل کنین. تنها همی بود که شما بتوانین به اپورچونیتی کار همچنان از طریق چی است در سفارت مربوطه یا شهر یا کشوری که زندگی میکنین در اونجا درخواست صفحهشان برین و از طریق سفارت همون کشور که زندگی میکنین یا کشوری خواهیم چی است کشوری که شما در اونجا تولد شدین یا اونجا کشور کشور اصلی تان است میتوان در سفارت مربوطه رجوع کنین و ویزه اپورچونیتی کارت رو بگیرین و بیا این طرف حال. خب تشکر. اگر از ویدیوی ما شما رو واقعا کمک میکنه و کمکی برای شما است یا بوده لطفا چینل یوتیوب ما رو سابسکرایب و بتن لایک همچنان بزنید تا بتوانیم ویدیوهای ما به کل قابل دسترس شود و از این معلومات که مفید است کمک کنه که بهره خوبی ببره.